این یه اعترافه. من از افسردگی رنج میبرم. افسردگی ناشی از زندگی در دنیای بزرگسالی، دنیای بیرحم بزرگسالی، دنیایی که دیگه رنگی رنگی نیست، خاکستریه و هرچی بیشتر میگذره بیشتر به سمت سیاهی میره. دنیایی که افسردگی، اضطراب، بیش فعالی، وسواس همشون یه پایگاه فعال و رسمی دارن و به صورت جدی دارن با پایگاه شادی، آرامش و شوق و ذوق من می جنگن و راستشو بخوای احتمال میدم که پیروز میشن. دنیایی که حتی دیگه نمیشه توش راحت آرزو کرد، چون ما فهمیدیم که هر خواسته ای عواقب داره. بارها برامون پیش اومده که چیزایی رو دوست داشتیم که برامون خوب نبودن، کسایی رو دوست داشتیم که برامون خوب نبودن. راستش بخوای من هیچ وقت دوست نداشتم با مفهوم جبر جغرافیایی آشنا بشم. من هیچ وقت دوست نداشتم بدونم خاورمیانه کجاست و چه شکلیه. من از کلمه مهاجرت میترسم، ازش متنفرم. من هیچ ایده‌ای نداشتم که خدافزی میتونه چقدر دردناک باشه. مگه میشه یه نفر که همیشه بوده دیگه نباشه؟ من بچه که بودم آدما که میرفتن برمیگشتن، مهمونایی که خدافزی میکردن هفته بعد دوباره میومدن. من احساس میکنم برای زندگی کردن توی دنیای بزرگسالی هنوز خیلی بچه‌م، خیلی.